علم و تکنیک پیش می رود و کشفیات در این سمت از جانب اختراعکاران زیاد می گردد. برنامه‌سازی روز از روز ترقی کرده ایستاده است. نوآوران تاجیک نیز برنامه‌های کامپیوتری و موبیلی را روی کار می‌آورند. برنامه‌ای میباشد که در خود کلی اثرهای قهرمان جمهوری تاجیکستان استاد صدرالدین عینی را با زبان روسی در بر می‌گیرد. اکنون دسترسی به آثار سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی تاریخ برنامه‌های موبیلی نیز آسان گردید. اثرهای استاد عینی در این حالت در این شکل که پیشنهاد کرده است خیلی خوب و با مورد قبول. خواننده هنوز از خونه‌اش میتواند این چیز را استفاده کند. دستاورد یک جوان برنامه‌ساز که در رشد اختراعات می‌خواهد نقش گذارد. شرح بیشتر در برنامه نوبتی نوآور. هدف دارم در آینده نزدیک با کمک کارمندان ساحه معارف پیشنهاد کرده باشم که در تلویزیون دوشنبه